همین‌داران عزیز سلام علیکم. نشون میتیم به شما نشناموی انگور شاهانه را که در حولی من میروید. این انگور شاهانه است. شاهانه است یک از انگورهای بهترینی دنیا که در بازار میبراید و وقترک و با مزه خریداری کده میخورم. انگور شاهانه بسیار انگور بامزه، انگور نغز است لیکن کمبودی هم دارد. کمبودیش در همین نگاهبینش است. من مثال میگیریم خوشه. من این خوشه را تازه کردم، بینید من 40 خوشه نغزه به هر حال من در داخلش باز مایدهش مانده است. انا اینش رو بینید، مایدهش بسیار است. همین شاهانه بعد از گل فرامدن همین خیلی نغز بردار نمیشود، گردالود نمیشود، در داخلش مایده بسیار میشود و چیزی که در بازار ما خریداری میکنیم یگان تا مایده نیست. انا همین خلق زحمتکشی ترسونزاده همه روزه در میدان صدها 200 300 زنها رو برآورده، کارگرها رو برآورده، پول داده گکتر انا همین رو هم خیلی شوا میکنند و مایدهش رو گرفته میپرتایند تا اینکه ما در شهر انگورهای بامزه را دسترس نموده استعمال نماییم. اگر این انگور رو انا خیلی شوا نکنند این خیلی انگوری در بازار خوشوی بزیب نمی شود. البته این مایده ها میپزند بدانه هستند در داخل همین خوشه ها، لیکن خود خوشه رو بزیب میکند، خریدارش رو کم میکند. این مایده انا برای همین ما باید دیقان رو مهنتش رو قدر کنیم، دانیم که چقدر عذاب است. این آسان نیست این دستت رو اثر تو بگو در بالا داشته این خیلی خشابه کردن. دستت از کتفش دیگر برداشته نمی شود در بگاه. برای همین فکر نکنید که دهقان کارش آسان است. کارش هم خیلی قیند است، وزنین است. یک دهن نانی که دهقان می یابد با عرق جبین است، وزبین است. نان دهقان بسیار یافتنش وزبین است. انا بینید، انا همین خیلی من بسیار همش رو تازه کردم و این انگورها که پخته رسیدن من به شما پختگیش رو نشون میدم. این حالا بینید چقدر کلان شدگی من تازه کردم. من به هر حال باز بور است مایده، این رو همش رو تازه کردن نمی شود. همین درونش رو میکوبید با مایده میابید با هر یک توب خوردگی مونده تازه میکنم. انا در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.